شب آخر شبی داشتم میمونم خونه ها، چند تا عرازل و اوباش نگو اهل خفتگیری هن منم ما رو خفت کنن. داشت نمیدونم تبر بود، قهمه بود، شمشیر بود، چه بود بچه میدنه نمیدونم زدن اینجا همه خواستم بزنمشون. وقتی گارد بوکس رو گرفتم که بزنمشون، یه لحظه تو اون تاریکی که شو سیبیلای منی دید، وای بچه در ریم که این پهلوان حافظ معروف همون بوکسور است آقا، در رفتن. ما تازه آماده شدیم دعوا کنیم، کف خیامون هم بزنیم. وقتی میای خفتیلی اونم 4 نفر به نفر تو تاریکی اونم از پشت سر با تبر و قمه آدمو میزنی، مردش باش وایستا در نرو.